ساکنان در این روستاهای دوردست کوهستان تا حال از چراغ‌ها و برخی‌ها از این تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن می‌کنند. شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است با 14.5 میلیون دلار به جماعت سرخسار خط برق کشد. все мавзеи душворгузар сохтани хати барқӣ мушкилиҳои хича дорад село мумкин то солҳои ояндара ҳамин хати барқи агар то мулкониро хати барқи 10 киловолт мо бисозем як 15-16 деҳа асосан ҳамин деҳое ки 10-15 то 30-40 хоҷагира доранд ҳамаш нерӯҳои худ хати барқ доранд хай аслан ҳамин хелан پرام با برق تامین میشوند. سرخسار در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمان شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه‌ها مهاجر کرده بودند. با پاشخوری ساخت پیشین دوباره مردم به وطن اجدادی خود رفتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلام کرده بود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه‌های خرد آبی ساختند ولی میگویند کار آنها موسمی است و تا هنوز از نبود برق تنقیصی میکشند.